استاد همین در مسئله جمع سلاطین ما در اروپای دلنبوشی همینجا مثال ما یک 9 ساعت های میکنیم. ما امروز که کار ما نکردم یک برادر دیدم کرد مثال میار یک 9 ساعت های میکنه نماز عصر ده مثال وقتی کارش تمام میشه و 9 ساعت دیگه دم بگیره و بخزه های کنه. اینجا نماز عصر مثال جداد میکنه تا نماز خفتن مثال جداد میکنه 5 ساعت بین میگذره 4 ساعت دیگه باید خوره و ساعت مثال یکی شب دوی شب بخزه های کنه. انا برادر گفته که ما مثلا در راه هم باید که استراحت کنم نماز شام دارم شام خاطر خفتن اجایا میخونه و انا خوب میکنه و ساعت یک شده میگسته میره و امیره مقصد گفتم که شما پرسید چی میگه مثلا جمع صلاتین در مذهب امام ابو حنیفه نیست، هست و فقط برای حاجی ها هست. اگر وادی عرفات رود روزی عرفه پیشین و عصر جمع کرده میخواند 2 رکعتی و در مزدلفه شام خفتنه. در دیگر وقت ممکن نیست میگم، اما در دیگر مذهب ها اجازت است. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که سفر میکنه اذا جد به سیر، اگر یک خیل در سفر قرار داشته باشن در حرکت باشن وقتی که فرو آمدن یک بار 2 نماز میخوندن پیشین و عصر، خواه در وقت پیشین خواه در وقت عصر خواه در ابتدای وقت پیشین تا آخری وقت عصر. همین قدر فرصت دارید. وقتی که مثال شما 9 ساعت وقتی خواب روی دارید و به هر نماز علاهیده خسته نماز وقتش بخوانده خوابید خوابتان حرام میشده باشد و بعد نتیجه همین که در سری رول خوابتان می آمده باشد چون که با 10 ساعت باید ماشین های کنید، ولی به این رخصت ها عمل کنید بهتر. خوابی اکثر خورید مثلا پیشین و عصر خوانید و خواب کنید. همین که عباره 9 ساعت خواب میکنید یا 8 ساعت و میخیزید شما خفتن میخوانید و ای میکنید. این برای شما آسان است. الله تعالی میگه که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی برای شما آسانی میخواهد، برای شما وزنینی نمیخواهد.